مرکز تشخیصی طبابتی دوا از جمله اولین مؤسسه‌های طبی خصوصی در مرکز ولایت ختلان شهر باختر محسوب می‌یابد. این مرکز نه تنها صاحب بینای خوشتر و زمانوی بلکه هر یک شعبه اتاق‌های کاری طبیبان با معاصرترین تجهیزات و واسطه‌های طبی جهازانیده شده بهترین متخصصان به کار جلب گشتند که این اقدام باعث صفتاً بهگشتن خدمت‌رسانی‌های طبی به اهالی و رشد طبی خصوصی در ولایت گردیده است. مرکز تشخیصی طبابتی دوا در اساس سپارش نشاندادهای پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که نسبت به ساحه تندرستی یک توجه بسیار خاصه خوب دارند با مقصد بهتر کردن سطح و صفت خدمت‌رسانی به اهالی به مردم تأسیس داده شد و در این مرکز از سال اول تأسیس دادن 2009 سال متخصصانی که همه دارای درجه های کسبی یکم و عالی بودند به اینجا جلب کرده شدند و این مرکز در یک مدت کوتاه توانست مردم را برای به خود جلب کردن، یعنی بعد از آنی که مردم آمده از اینجا از معاینه متخصصان بهترین گذاشتند، بعد از آنی که تشخیص های پره بیماری را گذاشتند و نشانه های بیماری که در بیماران بود بهتر و خوبتر شد، جلب مردم بیشتر گشت. برای چی؟ چون در سالهای 2009 اگر که یک با ساختار ساحه تندرستی ولایت ختلان اگر نظر افکنیم چنین مرکزها عموما نبود و اولین تأسیس یافتن این مرکز هم به همین مقصدی باز هم بهتر و خوبتر در سطح و صفت خدمت‌رسانی به اهالی ولایت ختلان بود. باعث تذکر است که در ولایت سازمان یافتن مرکزهای تشخیصی و مجهز گردیدن آنها با دستگاه‌های معاصر طبی مشکلات اهالی را در سمت خدمت‌رسانی طبی آسان نموده این اقدامی به مورد و تشبث دوربینانه باعث گردیده است که رقابت سالم میان مؤسسه‌ها صورت بگیرد و این عامل در مجموع باعث بهداشت صفت خدمت‌رسانی طبی و رشد ساحه گردیده است. اگر هر یک چیز الटरनेटिव خود نداشته باشد پیشروی در این ساحه نمی شود. با سببی که پیشروی سطح و صفت خدمت‌رسانی بهتر شود الटरनेटिव بود که کشادن مؤسسه های طبی شخصی خصوصی. برای چی؟ چون که شخصیت های هستند که باید امکانیت دارند که شرایط بهتر تیار کنند، شخصیت های هستند که برای تیار کردن متخصصان امکانیت دارند برای فرستاندن و از مرز جمهوری در بیرون تجربه آموزی کرده آماده به مردم همین چیز کنند. در جمهوری تاجیکستان برای فعالیت و رشد طبی خصوصی زمینه های مساعد معیاری و حقوقی فراهم آورده شده. کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان، کدکس تندرستی جمهوری تاجیکستان و دیگر قانون و فرمایش های ساحوی قبول گردیده است که بهر رشد و پیشرفت ساحه به استانداردهای بین المللی موافق نمودن سطح و صفت خدمت‌رسانی طبی در مملکت روانه گردیدند. مسئولین مرکز تشخیصی طبابتی دوا با نظرداشت زیاد گشتن طلبات به خدمت‌رسانی‌ها و تأمین نمودن سطح و صفت بلند خدمت‌رسانی طبی به اهالی از بنیاد بینای نو و زمانوی تا مجهز گردانی حجره‌های کاری با تجهیزات معاصر طبی و حجره‌های بستری سازی بیماران با شرایط ارزنده و مساعد تدبیرهای مهم را اندیشیدند. برای رساندن هر یک نمود خدمت‌رسانی‌های طبی در مرکز تشخیصی طبابتی دوا حجره‌های علاهیده با تجهیزات معاصر طبی مجهز گردیده است. ما در شعبه زیاده از 20 نمود خدمت‌رسانی‌های فیزیوتراپی می‌رسانیم. در شعبه ما محض برقی، لای درمانی، شفا با آب‌های طبیعی معدنی، لای درمانی، شانه برقی و به دردکنی‌ها با تجهیزات‌های برقی، الکتروفرز، گذراندن موج‌های لازری در خون با مقصد تازه کردن خون، تمیز کردن آن استفاده می‌شود. اینچنین دادن داروها به طور ایرزال با واسطه نیبولایزرها. در شعبه تمام شرایط فراهم است. بیماران آمده هر روز از سحر تا ساعت 4-5 طبابت گرفته می‌روند. اهل طبیبان مرکز تشخیصی طبابتی دوا از رهبری حکومت مملکت جهت دستگیری و همکاری‌های روزافزون اظهار سپاس و قناعتمندی می‌کنند و بهر بهداشت صفت خدمت‌رسانی طبی به ساکنان پیوسته تلاش می‌ورزند.